میدونم که تو هم خسته شده هی از قارا دنبال آهن بگردی. بیا بهت یه راه بگم که زودتر و سریعتر بتونی کلی آهن داشته باشی. اگر ویدیو خوشتون اومد حتما لایک و ساب کنید. بریم برای ساختن این فارم. خب متریال‌های مورد نیاز برای ساخت این فارم: بیلدینگ بلاک، هر بلاکی که میتونید بذارید ولی نگیره، گس، وال، هر والی میتونه با چست، 3 تاپر، 3 تا ساین، یه دونه واتر باکت، یه دونه لاوا باکت و در آخر 5 تا بد. این 3 تا آیتمی که پایین مشاهده میکنید اینا برای راحت دسترسی شما به چست این فارمه. در اول 8 تا بلاک میرید بالا و یه دونه به علاوه درست میکنید، توشو پر میکنید کامل. یه پلتفرم 5x5 میشه. دور این پلتفرم رو میپیشونید، یه دونش بعد خالی بمونه. حالا نوبت تخته است و تخته رو بذاریم به این شکل، 3 تا بالا، یه دونه اینطوری. خب باید الان نوبت گلساست که بذاریم روی اینا طبق اینجوری که داد میبینید 2 ردیف. آره روی بدم میپوشونیم و باید روی الان این بدارم کامل بپوشونیم ما. اینم مثل یه پلتفرم هم شد. این 4 تا گوشاشا رو میکنید، چستا و هاپراتون رو میزنید، به این شکل وصل میکنید و روشو وال میذارید. 3 ردیف وال میذارید، کامل میپوشونید این پلتفرم با وال. خب وقتی که والا رو گذاشتید باید میرسه سراغ ساینامون. ساینا رو به این شکل میذارید و لاوا رو بر میدارید میذارید روش که لاوا نریزه. حواستون باشه ترتیب ساینا اینطوری اشتباه بزنید لاوا اینجا میرزه زمین. خب وقت نوبت آب میزنید اینجا و فارم ما تمامه دیگه و مونده فقط آوردن ویلیجراش. میتونید ویلیجرها با پله زدن وارد فارم کنید در شب. بالا گزینه خیلی خوبیه، میتونید شب باشه ویلیجرها برای خوابیدن میان رو تختا، راحت اینجا میان دیگه. این فارم 2 تا نکته مهم داره که حتما باید رعایت کنید. اگه رعایت نکنید شاید فارمتون درست کار نکنه. نکته اولا که بعد در نزدیکی این فارم هیچ ویلیجری به جز اون 5 تا ویلیجری که توی فارم نباشه، اگه نه فارم درست کار نمیکنه و سطح این فارم سطح پایینش کاملا صاف باشه تا چندین بلاک. نکته دوم اینه که این فارمو روی آب بسازید بهتره، کارایی بیشتری داره براتون.